باز در دست حیب چوانداز از جماعت چلدره ناحیه سنگوار. باز در دست حیب چوانداز از جماعت چلدره ناحیه سنگوار. پایان یک چوانداز هر یک پایان 250 سامان پول. دست سامان از نام سعی شریف از ناحیه رشت. حاجی سعی شریف، حاجی یا بچه حاجی سعی شریف هر نوع ششتر حاجی نه حاجی هر کس رسول نمیشه. دست سوانداز با اسب خودش اسب با کلیچکای گرکل. حاضر 250 سامان پول بود. خرشه چوانداز از دهه سوزی خرد ناحیه سنگوار با اسب خودش اسب با کلیچکای گرکل. خدا تفزه خرشه چوانداز صاحب همین معرکه. در بالا یک گوسفند اینو می‌بازم. چهارتاشون بالاش یک گوسفند. حاضر از نام کماندیر حکیمزاده منیر 400 سامان پول. در بالاش یک گوسفند زمشید بیرق بالا میگذرانی چوانداز. در دست رواجدی چوانداز از ناحیه سنگوار. 400 سامان پول یک گوسفند زنده چوانداز حرکت کرد. باز در دست رواجدی چوانداز از ناحیه سنگوار با اسب حسن جان اسب با کلیچکای جولی. باز در دست رواجدی چوانداز از جماعت تلدره ناحیه سنگوار. حاضر 400 سامان پول از نام حاضر 400 سامان پول یک تا گوسفند رواجدی چوانداز از جماعت تلدره ناحیه سنگوار با اسب حسن جان اسب با کلیچکای جولی حلال پرتو. خندا تفزه رواجدی چوانداز 200 سامان پول از نام حلیم آدینه‌یو خرای پایان هایک چوانداز. خالمراد بطاشو 1000 سامان پول بیرق بالا میگذرانی از نامی. باز در دستی عبدالقهار چوانداز از دهه سری دشت ناحیه سنگوار. از نام حلیم آدینه 200 سامان پول قرای پایان هایک چوانداز. بعد یک قرای پایان بیرق بالا از نام حاجی خالمراد از حاجی خالمراد بطاشو از ناحیه وخش 1000 سامان پول بیرق بالا میگذرانی.
پورتالی sinotj.com جورجانی چوبنداز جورجانی چوبنداز اسبی تو در تخت توز جورجانی چوبنداز جورجانی چوبنداز حاضر ده 100 سامال پول بود حاضر ده 100 سامال پول بود عبدالقهار چوانداز از ناحیه سنگوار اسب با کلیچکای زنبور حلال پرتو خندات افزا اسب از ناحیه رشت تار چوانداز رئیس فدراسیون بزکشی ناحیه سنگوار جورجانی چوبنداز با کلیچکای تنکه جورجانی چوبنداز اسبی تو در تخت تازه از نام خالمراد بطاش 1000 سامان پول از ناحیه وخش بیرق بالا بگذرانی چوانداز باز در دست ستار چوانداز از ناحیه سنگوار نکنی باور یگا من لیره حقی ما بیمو تو بزیدنی را اسب با کلیچکای تنکه چوانداز جورجانی چوانداز اسبی تو در تخت توز جورجانی چوانداز در عالمش شده باز در دست ستار چوانداز از ناحیه سنگوار اسب حاجی میر محمد اسب با کلیچکای تنکه کمی آیی همچین گلینا کمی آیی از نام حاجی خالمراد بطاش 1000 سامان پول از ناحیه وخش باز در دست ستار چوانداز از ناحیه سنگوار باز در دست صدردین چوانداز از جماعت سنگرداش ناحیه درواز باز در دست صدردین چوانداز از جماعت سنگرداش ناحیه سنگوار چوانداز بیرق بالا بگذرانی از نام خالمراد بطاش 1000 سامان پول باز در دست زنده باشید زنده باشید آفرین قد از ستار بسیار نمایش خوب دادی حاضر 1000 سامان پول از نام خال بالای همین 1000 سوم یک پلا با یک بوزی زنده زم کرده شد ایناس کمی با یک بوز زم کرده شد خورشید جان پهلوان میدان از دلیر است مردمی وخیا بزم دارید کلانکار اساس که چکار شد تا بهش کار نمیده همزون چکی دوستان برادران نمیبینم 1000 سامان قرای بالا بیرق بالاش یک قاله یک بوز زم کرده شد همه ایناس کمی بساطی اصلی خود را براحت خاک می سازم اگر باشد زمین ناساز با افلاق می سازم کجای پدر دستم بگیری باز که مظلومم نشانی ذوالفقار و قدر حیدران نمیبینم محمد با حنیفی حسینی پهلوان آمد
بچه 1000 سامان از نام خالمراد بطاش از ناحیه بخش 1000 سامان یک قالین دبالش یک بوزی زنده هیک چاونداز بالا به خبر نمان 1000 سامان یک قالین یک بوزی زنده الیاستین چاونداز خدایا باری دیگر کودکم کن خدایا غوغای محشر را نمیبینم چی محتاجم بدشتی هست بزدخر شد چوانداز کمچی خورشید چوانداز هایکان نایه سنگار قشلاق سبز خر صاحب معرکه پاکای مشرف خوش آمدی بهوانه پنجکتی باستانی خوش آمدی اکا خوشت چوانداز ها چی بگو؟ بوز در دستی خورشید چوانداز صاحبی معرکه زنده باشی سفید بزدکه سامان بزدکه خورشید خورشید 1000 سامان یک قالین یک بوزی زنده خورشید چوانداز صاحب معرکه زنده باشی اسب حاجی مصطفی پهلوان ما خورشید خواب ندارد روز و شب از حمایه پوزکشی همیشه میزند کپ پهلوانی دلیر است گروسنه نوسیر است تو بزیدنی را جانی چاونداز اسکی تو دست باز نزادیم خالمراد ملایو فینویت هم ایونش کن حاجی خالمراد بطاش حاجی خالمراد بطاش یک دوزنچی همه از نام خالمراد بطاش 1000 سامان بود از ناحیه بخش یک بوز زنده یک قالین
خورشید چوانداز با اسب حاجی مصطفی. اسب از خاندان خالمراد ملایو نایه دنغره. زنده باشی خالمراد. خوش آمدی. بچه ها 15 مینوت پرکو از پایگاه منزلت خیش رو امروز پیدا کرده است. با یک جهان مهر و محبت، با یک جهان آرزو و آمال همه شما را خوش آمدید میگم. دوستان عزیز، از دوری های دور، از ناحیه رشت، از خوالینگ، از مردمی واسه، مردمی سغردشت، مردمی سویتسکی، همه خوش آمدن. مردمی ولایت سود هم خوش آمدید میگم. خوش آمدن. بچه هایی که در پوگا اشتراک کردن همشو احترامانا خواهش میکنه که با همون نمرایی که من دادم تکلیف کردم که با همین نمر در همونجا ما 1 تا 19 کسی یکم دیم سیم اومدگی بود نمرش قطعی بیاید تا 5 ما ترفاش میستیم. نمر از قطعی هر یکش نمر قطعی من همینجا نمر دادگی بودم. چه میدونم مرحمت یک کس این رقم 11 بیارش. کمتر قفا بستین، همتر راحت بشینین بچه ها. اکا احمد همین که چی هست؟ شهرهای محصول چهارم اینه بچه که رقم 4 رقم 4 کو نمری 3 رفاقه چندم اومدی؟ چی اومده؟ نمری 8 چورم اومدی؟ نمری 8 کیستی اگه کامرا چورا بیده بولو اسلام یه منوت بیو او مثلا شید نوشتم سه مامو اومده بچه ها یه همه دیگه قفا برین التماس قفا برین دستیون که خشو بیا بچه ها همه اکای رشتی قفا تر یه همه دریست باید نو در تلفون خیرات کدام میاد
حاجی نسیم از ناحیه رشت. بیا یک قرصک بیا بچه قفا بسیده همون صاحبای اصلی هم گیرنش. مهمون عزیز خوش آمدین. جای اول نصیب ناحیه رشت اسبی حاجی نسیم جان. یک قرصک مهمان خوش آمدن. بیا که ایسه بگذار ایسه مبارک شود. جای دیوم نصیب ناحیه سنگوار اسبی اسماعیل طلبانوف. بیا اسماعیل طلبانوف از جای دیوم اسب از دهه دیه کلان ناحیه سنگوار جماعت طویل دره. اسماعیل طلبانوف اما بچه اسماعیل طلبانوف بیا اما اسب بیا امید جان مبارک شود. جای قرصک زدیم. جای سیام چنبلی مستان اکای احمدشاه مبارک باشد. آفرین. جای پنجم بخشش جای چهارم نصیب قلعه سین ناحیه درواز از عائله ناصر وفا اکای مهدی مبارک باشد. قالی نبتین هم شما جای پنجم نایب حیدر جماعت دهات سنگوار ناحیه سنگوار. بیا بچه بابا خوجا از ناحیه سنگوار پنجم. بچه ها جای پنجم مبارک باشه. بگرد و عبرتن ای مصطفی خوش آمدید میگم. خوش آمدید نوری دیدن تاجی سر. بچه ها جای ششم نیست. مصطفی سالم تبگی عقیب کرد 54 جا بود. ما خاطر مهمان ها 5 جاش کردیم. از نامی بچه های سری جنگل ناحیه سنگور 200 سامانی خرای پایون های کنه. آفرین اکا خوش آمده مهمانا همه خوش آمده. اکا حاکم آفرین. بخارا جمهوری ازبکستان فرهاد ناحیه نورآباد سیاد ناحیه نورآباد سلام درودی به پایان خود را میرسانند. خوش آمده مهمانا. زنده باشه سلامت باشه. پیادکی ها التماس ای میدان ببرای. پیاده ببرای همین میدان. 400 سامان اینام اکای رحمدین ناحیه رشت قلعه سرخ بیرق پایان 200 سامان بود. چوانداز خیردین ساغردشت خوش آمدی اکا. 400 سامان از نام اکای رحمدین چوانداز بیرق ایکا.
بچه ها همو جایه او پلک کورکای نمیتری برای بارون مفروخته است. مرحمت بره بگیره. صاحبش مرادلی ای دهی سیو. التماس بچه ها ای میدان ببرایه. خرای بالا 400 سامان از نام اکای رحمدی ناحیه رشت. پیش از آنه که بر اسبی بیدو سوز کنن بیجاز یا بو بر اسبی بیدو عبدو قهار زنبور آفرین بارک الله فیه. عبدو قهار از ناحیه سنگبور واقعا هم چواندازی مردمی با اسبی واقعا هم دوغیج کاردانی و مهارت رکلم نیا پاوزا کسی قمچی میفته از بیار مرحمت. خورشیدی جمالی دوست تابان شده. این تخلص زنبوره به خبر نباش. آفرین با تخلص زنبور از ناحیه رشت. آفرین به هنر و کاردانی و مهارتی اسبی بیدو عبدالقرار احسن بارک الله با اسبی خوب با اسبی ناحیه رشت. از نام اکای سید احمد از جماعت چیلدارا چوانداز جمع 500 سامان هکو بایرم بوزده دستی طلب شد چوانداز ناحیه رشت. شما دیکا مانده نباشی. هیکن بوزده دستی الفت شد چوانداز جماعت سگردشت ناحیه درواز اکا الفت شد. هیکن ناحیه دغرا تو بخاکر میرزا میستر میرزا پاش بده اکا میرزا. آفرین خوشامدی اکا اکا میرزا خمچی کن. هیکن بزده دستی اکا میرزا اگر در چیرمو ناحیه دغرا شما دیاکا حلال حلال اکا میرزا بز حلال چی اکای میرزا به هدف نرسید. کمتر دیگر مانده است. خوش آمدی اکای میرزا. آب دارن اینجا آب اینجا آب خرای پایون بچه های که 250 سامان از نام گدایف ها حکم میرزا خوش آمدی این ناحیه دنقره زنده باشی.
از جماعت سنبور بزر سیمدین آفرین کره پایان 250 سامان به خبر نباش از نامی گدایوف ها آفرین بارک الله مبارک شود شامدن میمانان عالی قدر نوری دیده تاجی سر آفرین بارک الله آنها که خواندم همه از یاد من برفت غیر از حدیث سیدوس که تکرار میکنم آفرین اکای مشرب زنده باشه تاجیکستان مرا سیری بهارانت بس است آبی صافی نوخ رسانی چشم سارانت بس است تاجیکستان مرا سیری بهارانت بس است آبی صافی نوخ رسانی چشم سارانت بس است شکر استقلال و وحدت میکنم در هر نفس شکر استقلال و وحدت میکنم در هر نفس هر نفس آسودگی دور و دورانت بس است هر نفس آسودگی دور و دورانت بس است زنده باشه میمان خوش آمده بو علی باشد دوا دشمن شد